غم و اندوه واکنشی طبیعی نسبت به از دست دادن یک چیز با ارزش در زندگی است و اگر درمان نگردد منجر به تجربه ای دردناک و طولانی و نهایتاً تبدیل به افسردگی می گردد. پیامبر خدا که بهترین الگوی بشریت است همواره از غم و اندوه دوری می کرد و از آن به خدا پناه می برد و می فرمود اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. یکی از مهمترین عوامل بقای غم در وجود افراد یادآوری مرگ دیگران و برگزاری مراسم سوگواری برای مردگان است. صرف نظر از اینکه این کار برای چه کسی و با چه هدفی انجام می‌گیرد، شرع مقدس به شدت آن را محدود کرده است، تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از 3 روز عزاداری را جایز ندانسته است و از یادآوری مرگ و برپایی مراسم یادبود برای درگذشتگان منع فرموده تا امت اسلام همیشه در غم و اندوه نباشند، چرا که به گفته الله متعال غم از جانب شیطان بر دل مؤمن جاری می گردد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نجوا تنها از سوی شیطان است، می‌خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند، ولی نمی‌تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. و حق این است که برای شیطان هیچ چیز بیش از اندوهگین کردن مؤمن دوست داشتنی نیست. هنگامی که غم و اندوه را تجربه می‌کنید، بدن واکنش طبیعی نشان داده و عوارض جسمی به همراه خواهد داشت. سوگ و اندوه یک رویداد فوق‌العاده پرتنش است که میتواند عوارض زیادی در بدن ایجاد کند و باعث انواع مشکلات جسمی شود: تپش قلب، تنگی نفس، سردرد، فشار خون بالا، کم اشتهایی، ناراحتی معده، ریزش مو و حتی توهمات شنیداری و دیداری. گویند ابراهیم ابن ادهم شخصی را دید که اندوهگین بود. به او گفت: من 3 سوال از تو میپرسم. آیا اتفاقی در این جهان بدون اراده الله میافتد؟ آیا رزق و روزی تو از چیزی که الله تقدیر کرده کمتر می شود؟ آیا از عمری که خدا برایت نوشته چیزی کم می شود؟ آن مرد جواب داد خیر. ابراهیم گفت: پس دیگر غم و اندوه چرا؟ به یاد داشته باشید که غم و اندوه سربازی از سربازان الله است. برخی بندگانش را بدان مبتلا می کند تا ببیند چه خواهند کرد. هرچند اندوه یک نوع احساس غیر مادی است، اما تأثیرش بر جسم و روح انسان بیش از دیگر مسائل است. سخن علی ابن ابی طالب نیز بر این نکته تأکید می کند. هنگامی که از ایشان پرسیده شد مؤثرترین سرباز خداوند چیست؟ پاسخ داد: کوه‌ها. اما کوه‌ها با آهن از بین می روند، پس آهن قوی تر است. اما آهن به وسیله آتش ذوب می شود، پس آتش قوی تر است. اما آب آتش را خاموش می کند، پس آب قوی تر است. اما ابرها آب را در خود حرکت می دهند، پس ابرها قوی تر هستند. اما باد ابرها را حرکت می دهد، پس باد قوی تر است. اما باد به وسیله دست انسان در هنگام سرفه و عطسه کنترل می شود، پس انسان قوی تر است. اما خواب بر انسان چیره می گردد، پس خواب قوی تر است. اما غم و اندوه
هرگز نمیگذارند که انسان بخوابد. پس قوی‌ترین سرباز پروردگار متعال غم و اندوه است و آن را بر هر یک از بندگانش که بخواهد مسلط می‌گرداند تا آنان را بیازماید. از این رو بکوشید که همواره حتی در صورت وجود مشکلات آرام باشید. بر خدا توکل کنید و به خود تلقین کنید که اندوه هیچگاه بر وجودتان غلبه نخواهد یافت. در صورتی که کسی را ناآرام و مضطرب دیدید، علتش را جویا شوید و سنگ صبور هم باشید. شاد باشید و بکوشید تا اطرافیانتان را خوشحال نگه دارید و به آنها امید دهید. همواره یاد خدای مهربان را در دل و ذکرش را بر لب داشته باشید و یقین بدانید که الا بذکر الله تطمئن القلوب الا بذکر الله تطمئن